یه خونه یه اتاق بود مثل سیستان بلوچستان امروز دیگه. همه میخوابیدن، صبح با خورشید بیدار میشدن. اونایی که چراغ داشتن حتی پیسوز بود و میگه که نه این از برای مثال آینا داره مثال میزنه. زجاجت لا شرقیت لا غربیه. اولا میگفتن لا شرقی لا غربی جمهوری اسلامی. این شرق و غرب جغرافی رو نمیگه. شرقی یعنی وابسته به شرق مشرق، یعنی این چراغ موقت نیست که یه موقعی طلوع بکنه یه موقعی غروب بکنه، این ذاتیه. میگه آنچنان میدرخشه یکاد و زیتوها یضیء. اصلا این سوخت خودش مثل اینکه نزدیکه که نورانی بشه، انقدر صافه. ولو لم تمسس نار، اگر آتش هم بهش نرسیده باشه. نار نور نوره. میگه این مثل کوکبه. کوکب به چی میگن؟ ستاره، خورشیدها. خب این چراغ برق باید کلید بزنید شما. هر چراغ دیگر باید کبریت بزنید، باید سوخت برسونید. خورشید سوختش از کجاست؟ الان 6 میلیارد ساله که خورشید 6 میلیارد سال هنوز مونده به سوختش. سوختش از درون خود چه؟ تبدیل هیدروژن به هلیوم دیگه. پس سوختش از بیرون نیست. یعنی چی؟ یعنی ذاتیه. نور هدایت خدا ذاتیه. تو باید درون خودت بجوشه. میگه نور خدا مثل اینه. داره مثال میزنه آدمای 1400 سال پیش با این چراغ موشی‌هایی که داشتن میفهمیدن که این چراغ محافظ میخواد، مکان میخواد، خورشید هم مکان میخواد. طبق قوانین جاذبه جایی مشخصی باید این خورشیدها باشه. میلیاردها خورشید وجود داره. جای مشخصی هر کدوم یه نقشی داره و نورشون هم احتیاجی به بیرون نداره. سوخت درونی در واقع اینا دارن روشن میکنن. طلوع و غروب هم نداره. طلوع و غروب برای ماست که چون میگردیم خورشید پنهان میشه، ولی نور اونا مشرق و مغرب نداره. لایزاله در واقع. بعد میگه که یضرب الله الامثال للناس. ما این مثالا رو برای مردم داریم میزنیم برای اینکه بفهمیم که نور خدا یعنی چی. این از بیرون نمیاد، این در درون خودت باید پدید بیاد و همه جا رو بگیره. پس یک اینکه مکان میخواد اول. در مجموعه کهکشانی خورشیدها مکان دارن. مشکات هم یه مکانی تو تاقچه ها باید داشته باشه. پس اول مکانه. هدایت الهی هم مکان میخواد. پیامبر فرمودن مکان سینه شماست و قلبتون که اون چراغ اومدن رو قرار بدید. دوم مسئله سوخته که همونطور که توضیح دادم، سوخت خورشیدها در واقع درونیه، به خودشون ارتباط داره، شبکه است. سوم مسئله طلوع و غروب که برای ما هستش، برای خورشیدها نیست. قلب انسان هم طلوع و غروب نداره. یکی هم گیرندگانه. برای کیا این نور رو میگیرن؟ این تمثیل تو سوره، اصلا سوره به نام نور داریم، سوره 24 این آیات هم تو سوره نور آمده. حالا آخرش میگه این نور خدا کجاست؟ و این کجاست؟ تو کدوم مکانه کجاست؟ تو همه آیات داره میگن یاد نام خدا در خانه‌هایی که فی بیوتن. حالا بیوت رو بعضی به معنی مساجد گرفتن. بیت یعنی هر جا که آدم ها بیتوته میکنن، میتونه خانواده باشه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. تو اون خونه ها اون چی که اهمیت داره خداست و یادمونه. اون روابطی که تو خونه ها هست بین زن و شوهر با فرزندان با هم دیگه چیه؟ بحث این که خونه رو بزرگتر کنیم، ماشین رو بهتر کنیم، نمیدونم لذاتمون از زندگی بیشتر کنیم، همش خورد و خوراک و حالا خیلی هم مثلا بالا ما بریم تحصیلات هم، این تحصیلات هم خوبه، چی تو این خونه بالاترین جا داره؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع
یعنی ارتفاع. شیر ارتفاع میگیره تو خونه ها. ترفع و یذکر فیها اسمه، اسم خدا، نه اسم الله، یعنی ویژگی های خدا. خدا علیمه. تو خونه ها، خانواده ها علم اهمیت داره. خدا حکیمه. تو خونه ها حکمت ارزش داره. خدا قدیره. قدر و اندازه، نظم و انضباط تو خونه ها تعلیم داده میشه. همه صفات خدا. خدا رحمانه. تو خونه ها مهربانی آموزش داده میشه، تعلیم داده میشه. خدا لطیفه، لطف. یعنی همه صفات خدا، یعنی مثل اینکه اون خونه ها مدرسه خداست، مدرسه صفات خدا. خانواده هایی که درش خدا بزرگ شمرده میشه، خدا یاد میشه. فیه رجال، در اون خانه ها کیا هستن؟ رجال نمیگن مردان، اینا خیلی اشتباه میکنن. در زبان عربی رجال هم زن هم مرده. وقتی که رجال گفته میشه مگر یه وضع خاصی باشه که ضمیر فرق میکنه، یعنی چه زن چه مرد، مادران رو بدن. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، اینا دوست دارن که رجال لا تولین تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، یعنی ارتباطشون رو با خدا تقویت میکنن، به بیرون کمک میکنن. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، خیلی تکون در دسترسه. آقای دکتر سروش صحبت‌هایی رو شروع کرده راجع به آیاتی که رو دل خیلی اثر میذاره، نه فقط دانش. البته چون این هنوز نگفته، ولی این از اون آیاته که تو اون خانواده‌ها از روزی میترسند که دل و دیده ها زیر رو میشه، آینده، آخرت، ابدیت. هم حالتی که آدم دانشجو از روز امتحان آخر سال میترسه، از سرنوشت بعد از این دورانش که چی خواهد شد و به کجا میرسن، دستاورد من چی خواهد بود. فکر میکنه، نگرانه. این آیه که میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا الله، کسانی که ایمان آوردید مبادا مثل کسانی باشین که خدا رو فراموش کردن. فراموش کنید چی میشه؟ انصاف من خودتون فراموش میکنید. اون خود خداییتون، استعدادهای خودتون یادتون میره. اولئک هم الخاسرون، خودتون ضرر کردید. بعد دنبالش آیات ادامه داره که تا اونجا که میتونین سلف کنترل داشته باشید، خودتون تقویت بکنید. حالا اون آیات سوره 8 که مفصله. خب دیگه بله، یه موضوع دیگه مثلا فقط ترتیب زمانی طرح این موضوع در قرآنی که درد شما خیلی نخوره، وقتتون رو بیشتر نمیگیرن. خب ممنونم، متشکرم.